موسوی تو امروز چی آوردی؟ من مامان امروز اصلا کوکو گذاشت. کوکو؟ گذاشت. مال من پنیر و گرده. دو لقمه بزرگ. واه یکی لقمه تو من بده من یه لقمه تو میدم. باشه. ای تمام دیگه. سلام. شریفی بله عبداللهی. غذا چیه؟ پاستا. پسته؟ پسته مگه با نون میخورن؟ پسته نه عبداللهی، پاستا. مادرم یه مقدار پاستا یه مقدار کره بادوم زمینی برام گذاشت که فشارم تو مدرسه نیفته. میخوریم؟ نه ما نمیخوریم. باشه. نون پنیر گردو نمیخوری؟ نوشه جان. بقیه‌شو میخوام بذارم برای زنگ بعد. واه یعنی باقی هم دور غذا؟ ما همه این زنگ لپ میزنیم که. شریفی بله عبداللهی. تو گفتی کره چی آوردی؟ کره بادوم زمینی. مادرم میذاره که تو مدرسه فشارم نیفته. بادوم زمینی مگه کره داره؟ آره، چکیده بادوم زمینی به علاوه اسانس های طبیعی میشه کره بادوم زمینی. واه شریفی ما به تو کره محلی بدیم تو ما کره بادوم زمینی میدی؟ کره محلی؟ آره. کره محلی چیه؟ گوراغون. چی روغن؟ بابا روغن روغن گو چیه؟ روغن گاو دیگه. خوردنیه؟ آره کره حیوانی رو میگم. کره حیوانی؟ آره به ما یکم کره بادوم زمینی میدی؟ قول میدم بدون بدم. من به شما کره بادوم زمینی میدم، شما من گوراغون بدین؟ گوراغون خیلی خوبه. پدرم میگه بخورین قد بگیرین. واه. بیارم برات. شما یکم به من بدین، من یکم به شما. چش. موسوی تو کره بیارم داشت. کره بیارم داشت.